جناب نادر صاحب چیرمنی تنظیم نسل نو هزاره مغول که از موقتی موجود است. امروز و دیروز ما منجی صبح تا شاو بودم دیروزم و امروزم ماشاءالله بسیار بهترین انتظامات و نظم و ضبط را خیال چیشته. باز یک چند گبازی نادر صاحب پرسانی نادر صاحب امی کلچر دی از بابت کلچر دی یک خوشمو بگین دویم نو جنریشن از مورا بسیار یک غلط گایت مونه یک چند جایا یک منفی کارا مشنا او روی سیاغور ازور میگره در روی تمام نام موملا از بابت امزی کم شما روشنی بندازین. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر طالب خان هزاره طالب همیشه آواز از مو جور شده همی صدای از مو را به اصطلاح تمام دنیا دا بیننده محترم خمیر سندنی یک جهان تشکر جور و سلامت بشین. دیگه روزی 19 می روزی فرهنگ آذره را د تمامی قومای گل خو کی دا گوشه و کنار دنیا است تبریکی مگم. دیگه کلچر خود خبر داری فرهنگ آذرگی باید مردم با فرهنگ باشه. دیگه فرهنگ خود خبر داری که مو کوشش کنی که امو بعضی چیزای خوب که دمنی فرهنگ از موستا حصه جزء فرهنگ از موستا اونا باید باشه. مثلا آذره این دوست مردم است، آذره صفایی پسند مردم است، آذره ایماندار است، آذره غیرتو است. دیگه خوبیای قوم از موستا آذره امی چیز دوست است، امی آذره امی مهمان نواز است، آذره قدم سایی خو روابط خوب داره، قدم سایی خوبی مونه، آذره وفا داره. دیگه یمو خصوصیات قوم از موستا که قوم را خوبصورت مونه، شکل خوبی قوم را پیش مردم پیش منه. دیگه مو کوشش منی که به اسلام مزید خوبتر کنی. گفتیم که کلچر کست جامد نیه که ساکت باشه. منی کلچر یگو تبدیلی نمای، کلچر منیش تبدیلی مایا. مو کوشش کنی که چیزای خوب را دمنی کلچر خور بای، حصه کلچر خور جور کنی. اینترنشنال درست جان چی خوب چیزا از منی کلچر از مو گم شنو و مو بد چیزا حصه کلچر خور جور کنی. بد چیزا که دمنی کلچر آمد باز مردم قوم بدنام میشه. دیگه مقصد از مو است که خوب چیزا دمنی کلچر از مو که حصه کلچر از مو سو بومنا و دویم امی بد کلچر حصه بد چیزا دمنی کلچر از مو نه و مزید خوب چیزا مو حصه فرهنگ خود جور کنی. دیگه تاکي مردم وقتی که فرهنگ تو خوب بود بس تو چیز منی که غرور ملی پیدا منی، تو کس قصد نمونی در دنیا باز مگی که از مکه در خوب قوم در دنیا نیه. دیگه مثل دیده که در حالی که ایران جمهوری اسلامی است، همیشه از اسلام گپ میزنه، مگر غیدی که جنگ امریکا و ایران شده وزیر خارجهش گفت امریکا گفت دیات تو باشه مو 5000 سال تاریخ داره و مو ایرانی است اور ایرانی سر خطا نمونه مو واقع اختیار خود دیست است. تو نمیدی تو کی است که مثلا مرموگی همونجی که ای کار کنو ایر نکنی. یعنی مطلب غروری ایرانی شمایا، دیگه غروری ملی شمایا دم صد. دیگه مو هم باید مردم و غرور ملی داشته باشه. این بسیار زیاد ضروری است. دور جان قومایی که غرور ملی نداره او تایپای میشه، هر کس که ما دور تای لغت منه. دیگه مو میخوای که قوم غرور ملی شی خوب باشه. باز شما گفتیم که بعضی چیزا هست که مثلا مردم را بدنام مونه. بالکل. دیگه او بدنامی تر است که مطلب مردم همی مو نیلی که چیزا که مثلا مال گفتم که حصه بد چیزا حصه کلچر از موجود نه. درست جان چی شراب خوردو حصه کلچر از مونیا، خب به حیایی حصه کلچر از مونیا، خود به راه روی حصه کلچر از مونی است. اینا هر کسی کی قرار مونه او ما خو مگو او بخی از موج نیا او کی قرار مونه او کی مطلب درست جان چی فرهنگ را بدنام مونه. نباید فرهنگ بدنام شد. فرهنگ خوب بسیار خوب چیز است. اگر فرهنگ ما گفتم فرهنگ بدنام شد یا دمنه فرهنگ تو رهای بدماد بس قوم بدنام میشه. دیگه ما همیشه میگم که مو قوم و از خاطر کارایی کنی که نیکنامی مو زیاد شونه، خوبی مو زیاد شونه، در دنیا مردم قوم دنامی خوب بشناسه. این خوب گبسته. باقی یک بلو یک دیده کسته و پروپاگاند مونه. خب دیگه او خود دیده دمنه سوشال میدیا اونا زور زده ریا کوشش کرده ریا که درست جانچی روزی فرهنگ را بدنام کنه. این روزی به حیایی این روزی نیترسته. درست جانچی نوربن تابلوی از مو که مو پیش مردم پیش می که طفلای معصوم است 4 ساله 5 ساله 6 ساله پورا نام میده مجرم میگه مجرم پیش قومای دیگه دولت ارکستر ناجدلجی من تابلو خدا منی هر اسکول است. او طفلای معصوم است، طفلای خوب است، او پرفارم نه ایسه آرت است، ایسه هنر است. ما ایران استم دمزی آدما که می الفاظار استعمال لفظ مجرم مطلب خبر داره چی است که درست جان چی یک دختری جوان که د پیش نامحرمه برای روپی
پیسه گرفتن ناج کنه دیگه این مجرم ہوگا عالمی لفظ مجرم قدمزو طفلای معصوم مطلب میچینگ مونه مخره یعنی چقدر چیز است و این آدما کی گبر موگا خود زنانه ذهنیت های بسیار مردار داره ذهنیت های بسیار پست داره کی تر الفاظ را بله طفلای معصوم استعمال نه ما مزمت زینار بنم نباید مو تر الفاظ های رکیک را برای یک دیگه استعمال کنی چرا استعمال کنی درست جان چی ما گفتم من یک شهر کویتا زندگی من ریزه قوم است ماحول را خراب نکنی الفاظ های خوب برای خوبگی درست جان چی برای گو چیزی گو کس اعتراض داره نه دایلاگ منی میشه گپ مزی خوب شیر میگری بچری لمیدی چی ضرور کی حالت جنگ شنی که مو کلاشینکوف خو ماشا کنی یک د خلاف دیگه شو مو ور د پاسی گومیش بگشتی و د پاسی گومی از مو بگشت علی د بری ریزه گبا دمنه فیسبوک دم کی میدم درست جان چی دو داشتم کریم چی بسیار قابل افسوس است ما مو درست جان چی تمام از مو باید بسیار ذمہ دار شونی چی که اونا که خود عالم موگا عالم باید صبر داشته باشه عالم باید امی منی گبای خو بسیار بردباری داشته باشه پیغمبر اکرم مو همیشه میگی که یهودی د بلیزو کشتر پورتا مکد و گب نمو گفتک دیگه چقدر صابر بودن اونا دیگه می مثالار کی مو میدی مطلب عالم باید صابر باشه عالم باید امی علم کی داشته آدمی عالم همیشه عاجز است اسلام درست جان چیزی ازی بدمعشی پیش نرفته اسلام اگر ما بگو که هر کس کی آواز خو زور کرد یا هر کس کی گلون خو پاره کی جیغ کرد گب زد باز یا هر آدمی کی درست جان چی از اخلاقیات تا پریده او زور است او زور نیست او کمزور است او دلیل محکم نیه دلیلی که مضبوط بود آدم داجیزی دلیل خوب مگه دلیل خوب بگین دیگه ما ضرورت ازیر محسوس منم که قوم از مو ضرورت داره که باید مو در یک بلوک موضوعات باید دمنی دایلاگ کنی باید بیشی گپ بزنی اون موضوع که مثلا اختلافی نظر است درست جان چیه گوی تر کار نکنی کی امی قوم رو نقصان برسه سر یک سوال درو مردم زیاد چیز کداره یا مابین سوشل میڈیا بال کداره یا که د مابینی موگه یک ریزه علاقه مو میشنی دو کلچر دی است باید یک امی کلچر دی را د هزارتون هم اگر مردم بگره اونجم بسیار زیاد تعداد آبادی است و موگه منی یک ریزه فاصله دو کلچر دی است تنظیم را خو ما خبرم یک کونه تنظیم خو ما پیدا نبودم کلچر دی می گرفتک دیگه باری ازی شما چی موگین سر سوالای مردم است نگم شد صحیح است اینالی کلچر دی باید امنای که منی هماهنگ شونه نه ما گفت متاسفانه این بدبختانه است که ما منی خو یک هماهنگی فکری نداره اونا کی مطلب داد زازرگی مزنا به اصطلاح قوم پرست مگره قوم دوست مگره اونا منی خیلی اندرستندینگ نداره دیگه گفتم بدلکی از موست دیگه که باید مو میره یک جای بگیری گفتم یک جای اگه بگیری این طرح است که مطلب کلچر دی بسیار ذمہ داری داره ذمہ داری زی رقم است که مثلا مو دبنی کلچر دی از خودون خو یعنی هر کسی که به اصطلاح سرخور گرنگ کنه چی او هنرمند باشه چی مردمی عادی باشه مو دبنی کلچر دی خو داخل شدو هیچ نمیلی چرا از خاطر ازی که مطلب فرهنگ از مور اگر یکو کس بدنام کنه مو اجازه نمیده چرا یک آدم رو مو اجازه بده که یک آدم خود سبوک است پورا فرهنگ را پورا قوم را بدنام کنه دیگه مو اینا لور ذمہ داری میگیریم مثلا درست جان چی اگر مو دو فرهنگ را ما نمیگم که ما درست جان چی یکو کس دیگر بگم بازو کم زر ذمہ داریش مشکل میشه سخت میشه که مثلا مو چطور میشه که امی دو گروپ یک جایش یک مو شاید کم زر زیاد آزاد خیال است یا بعض چیزا مایند نمی لیکن ما از خاطر اداره نام اداره خو از خاطر تنظیم از خاطر قوم خو ما د سلسله بسیار زیاد حساس استم که نباید درست جان چیز استیج تنظیم از پلتفرمی کلچر دیز مو یگو تر کار شو که مطلب مو مورد سوال قرار بگیره تشکر سر من ندیدم ما بین ازی امزی خو گفتم دیسپلین شمار مزدی رو استبال دیدم بسیار زیاد نظم و ضبط خیال چه اجتراین سر یک آخری سوال میمونم که مو ثقافتی از رگیر خالی روزده مایی میگری از او بعد خلاص ارسیای از مو رسم رواج هندو خانای مو زندگیای مو یک مو قالین که آواره امو خم رسمی از رگینی از ایران مایه سر پرده انگلیش منی خانه یک دنه یگو یک سیزن هم از رگی پیدا نمیتنی گپشم صحیح است او خبر داره مشکلات قومی از مو نمو زیاد مشکل داره قومایی که از سرزمین پدری خو یا از امزو خاک خو که مردم آواره میشه آواره که شده گو مشکلات و چیزایی امی مشکلات عجیب غریب رو نافس مونه مثلا اینالی مردم از موزی سرزمین آبایی خو آواره شد دیگه آواره شد دیگه سرزمین که آماده وقتمن
از کلچر از اونا، از ثقافت از اونا، از رسم و رواج از اونا ایمپرشن میگیره، تاثیرات میگیره، اونا میگیره از اونجا که او خوب باشه دورجان یا دورجان چی بد باشه. اینا مثلا از که در شهر کویتا زندگی نمو از فیلمای هندی یک بلو گبار میری کالا پوشیدو ازمو ساڑی پوشیدو ازمو اونو رقمی است بازیه کی فضول خرچی ازمو یک بلو مودم صد میگری دیگه. حتی که مثلا مو مگی اسلام یا مسلمان یا بیبی فاطمه الزهرا سلام الله علیها موقع قدی عروسی کا خدا خبر پیغمبر بسیار معمولی یک جهیز دادک مو دیده مثال خو رقم ممکن، لیکن در عملی زندگی مو بالکل برعکس اسلام برعکس فرهنگ خو متمو قرار مونی دیگه. قومایی که سرزمین پدری خو بال شد بازوی تر چیزا تصادف قچقاتی موشه دیگه بسیار مشکل موشه که فرهنگ مثلا در پاکستان مو بومنی مو فرهنگ زیر نگری مثلا حضرت دمنی استرالیا منی مردمی انگریز بومنه و کلچر زور نگره قومای از مدیده دم استرالیا اولا نسل دم زیبو یاد نداره انگریزی موگه مطلب ظاهر کالا پوشیدونش زناوری است، رهن سهنش زناوری موشه بزنا میگره زو کلچر اونا حصہ میگیرم تو من پاکستان مو شاید گرفته در ایران مو گرفته در ایران دیده که آذرا کی رفته اونا یگیده خود خور آذرا نموگه اونا مو خاوری است بزنا شاید یک بلوک چیزای پیش روی بروش بد کد از خاطر زیبور استعمال نمونه دیگه. موی کلچر دیر از خاطر امزی میگری که مطلب امو خوبی هایی که قوم از مدمنه تاریخ و صفات که داشته بوده امو صفات امو خصوصیات قومی از مو باید در پیش نو نسل از مو باشه. نو نسل از مو نباید مطلب از فرهنگ دیگه، از زبان دیگه، از ثقافت دیگه چیز بگیره، امی اثر بگیره دیگه. قومایی که در دنیا همیشه که اثر گرفته است و نابود میشه، گم میشه. بس تاریخ هم خبر نیست، تاریخ خبر نیست، باز اونا گم میشه دیگه. ما کوشش مونی که مثلا اینا دمنیزی مو فوتوار زده دمنیزو فوتوار که است مثلا جنرال موسی خان است، شهید عبدالعلی مزاری است، آیت الله فیاض است، آیت الله وایزی بیسودی است، مثلا نقشه چل دختران است، اپنی کرنل ظفر است ستاره جرأت کرنل ظفر، فلایت لیفتنانت صمد علی شهید ستاره جرأت است دیگه. مثلا کلو میر یزدان بخش است، مثلا دمنیشی می فیض محمدی کاتب است. دمنی پاکستان چقدر خوب آدم آبودی فوتوار مو از خاطر ازی که مردم خبر باشه که مو چقدر خوب بزرگا داشته بوده، چی سنگین آدما بودن اینا، چی باکردار بودن اینا، مطلب چقدر خواری کردن، زحمت کشیدن، چقدر خوب نام داره اینا در دنیا. مطلب مو دور جان چه اگر مطلب کارای خوب نمیتونی حق نداره که کارای بد کنی، مو در نام نیکی قوم خوب مطلب مو اضافه نمیتونی، مو در بدنامی قوم چه اضافه کنی دیگر. مو از خاطر امزیف اکثر میزی که مطلب نو نسل از مو از اینا بهره بگیره، از اینا سود بگیره، امزینا وری خود جور کنه. که از مو قاطی موجود است کپتن ممدلی صاحب سکرتری اسپورتس است، تعلق از اینا از تنظیم نسل نو هزاره مغول است. از اینا مو یک چند سوالات مونی کپتن صاحب از بابت امروز کلچر دی اول برای امزی شما انتظامات شم برای از بابت ازی بگین که چطور انتظامات کردین و ای امروز بخیال ما ول دفعه منی کلچر دیدم که شما ای سنگیرگ را آوردین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور طالب جان شما معلوم است که 19 می همیشه در پر دنیا کلچر دی منونه دیگه. تنظیم از 89 بلکه زو پیشتر هم کسی مو بسیار ریزه بود تنظیم ریگولر هر سال کسا کلچر دی منونه. یک وجه شی مثلا که هر قوم شناختی کلچر شسته. در دنیا بسیار زبانه بودن اونا که منی کتا قوما رفتن که گفتن نشته زبانهایشی منی زو زم شدن، منی کلچر زونا زم شدن، باز اونا بالکل صفای هستی میتاو شدن دیگه. تنظیم کسا یک اهم کردار شمی مثلا یک اهم کسا کارکردگی شمی مثلا که مو کسا باید هر سال کلچر خو بناو کنی، باید نو جنریشن خو باید از کلچر خو کسی نارا روشناس کنی. امی تشمو مینگرنین که ما اونجا مختلف فوتوار هم زده بودی که وہ اشخاص ها بودن که برای هزاره قوم کار کردن تاکہ نو جنریشن بینگر نورا که اینا کی بوده، اینا برای هزاره چیگر کار کرده و مو کی استه. اصل مقصد امی تاکہ مو بفهمیم تاکہ ناریز موسن که هزاره بودن جرم نی، هزاره بودن افتخار از ماسته که مو باید کلچر خوب بگیری. در اون سلسله مو یعنی گیمی که تقریبا 300 سال کنه گیمه که از رگو بازی میکرد. این مو این گیم را منی کلچر آوردی که هم یک ایسه کلچر از موسته و امروز این گیم را مو منی هزار تونو علمدارو یک مقابله شمشتی تاکہ منی تروی ویڈیو میڈیا کسا همی تک شما هستن تمام دنیا بینگنه که این گیم هم کسا این یک ایسه کلچر از موسته.
کپتن صاحب نو جنریشن از مو از بابا تاریخ خو هیچ خبر نیا. همینطور یک چند دیر پیشم یک یوتیوبر هم بود که مو گفت شما کدام نسل هستین، مو گفت بورین از تنظیم پرسان کن. برای ازی باید که هر نو جنریشن از مو از بابا تاریخ خو خبر باشه که تاریخ از مو کد از مو چیز ستماش ده، چیز ظلماش ده، و مو نژاد از مو از کجا است. بابا دزی تنظیم موگو برنامه داره که آگاهی مهم از بابا تاریخ. امیت ما گفتم نه که از 89 مو که امی کلچر دی میگی پس پشت از خمی گبا بودن که مو باید کلچر خورا امی نو جنریشن از مو این بابا امروز یک چیز شما ما بگم طالب صاحب شما میگن که جوهی امی هر روز کی کلچر دی که نزدیک شده بودک من میڈیا شما میگن مخالفت از بسیار زیاد مشکل این یک طبقه یک سوچ همیشه مخالفت نه و وجه چی است که اونها میخواستن جی کلچر از خود خورا کلچر از خود خو لیزی مردم کس لاگو کنه و این کافی حد تک اینا کس چیزا کرد شما میگن نو جنریشن از برگی مسخره مونه مگی دمبورایه یعنی مسخره گای گانه زن مسخره مونن این جان بوج که ایتر نیه این نو جنریشن بشار کس یعنی دمبورایه اینا لاله گویه اینا فلانه یعنی جان بوج که تاکی نو جنریشن را اینا ثقافت دور بلو و پس پوش از بسیار دستا کار بونه و انشالله تعالی کسا گفتم تنظیم کسا این چیز مو کسا نمیلی که خدا نخواسته که مو حاضره هم کسا دا اینجی که زندگی پر دنیا همی تک استرالیا رفته علی شکر اونجا زیاد شده منی یورپ است آذربایجان که کم بودی دمنی کلان قوماتو بس گم مشنی بس اونجا کسا بنی رسم رواج مزو گم مشنی بس کسا اونا بس سه تمام جای گم مشنه و تنظیم ری اعزاز حاصل است که مو امروز کسا من کویتا من پاکستان کسا بلکه پر دنیا کلچر آذر اگر امروز زنده است و تنظیم است و نوجوان از مو برای ازنا گفت من تنظیم همیشه پروگرام گرفته همیشه کسا برای ازنا کسا در هر فانکشن از مو گبای کلچر گفته مشه مو کسا اینا همیشه که کلچر اینا روشناس مون اینا که مو کی است مو آذر است از نارای از مو از دیگه از مو کسا شما میگن که مو همیشه می چیزا پروموت کده که نو جنریشن از مو باید از کلچر باید خبر باشه شما یقین کن اگر خدا نخواسته اگر کلان کلچر امنا که بس او طبقه او سوچ که میخوای کلچر از مو ختم کنه گناه حاوی شد تو بسیار بد میشه که کلچر است تو مردم از زبان خو بچی بایا از کلچر خو بچی بایا از رسم رواج بچ بایا از کالاهای از مو علم کالاهای از مو چه قص خوبصورت کالاه اور مسخره کو دیگه کو پیشنو نوجوان بچه تا که نه بدبوش نزی تشکر کپتن صاحب زیاد. فرهنگی آذرگی یک بهترین گیم آذرگی سنگیرک که است از جانب تنظیم نسل نو هزاره مغول برگزار شده مقابله هزاره تاون کدی علمدار روড که گیم تالی جاری است اردو تیم بازی کده رایی است بسیار بهترین چیزی که امروز منی ثقافت نشان داده سنگیرک را امیتر کوشش منی که مو مثبت چیزا را منی ثقافت خو هیت کده بوری امی منفی کارا از منی ثقافت از مو دور شونه همیشه دعا منو منی آرسیای موم امی ثقافت آذرگی باشه امیتر کی منی آرسیای موم ثقافت ایندور مو اشته و ثقافت آذرگی روز در روز از مابین از مو دور شده رایم انسان کی شناخت انسان کد کلچر انسان است کد ثقافت انسان است باید انسان ثقافت خود فراموش نکنه و کلچر خود فراموش نکنه.